سلام به روی ماهتون. ما اومدیم با یه آموزش جذاب دیگه. امروز آموزش پوست ضد آب رو داریم براتون و آموزش لاغرسازی. برای اینکه پوست ضد آب داشته باشیم احتیاج داریم به یه اویل آرایشی. از برندهای مختلف هم میتونه باشه. من اینجا از برند برزیلی آنا پاولا استفاده کردم که معمولا در دسترس نیست. شما میتونید مک رو جایگزینش داشته باشین. با یه اسپری فیکس صورت رو اسپری میکنیم. داریم کاملا خشک بشه و بعد از اینکه پوست شما خشک شد از روغنای آرایشی استفاده میکنیم. کاملا روی پوست ماساژ میدیم. این باعث میشه که میکاپ شما کاملا ضد آب بشه. در ضمن از خشکی پوستتون هم جلوگیری میکنه. و این تکنیک بسیار کارآمد هست برای خانمای مسن و کسایی که چروک زیاد دارن. حالا از برند منافذ باز تاچا استفاده میکنیم. فقط روی سطوحی که منافذ باز داریم، روی بینی. توی میکاپ دیگه میتونید از آبرسان استفاده نکنید چون هم اسپری زدید و هم اویل ضد آب رو. نوبت رسید به لکه‌گیری پوستمون. از برند مک استفاده میکنیم. پنتلی، جوش، لک، خال. این کار میتونه به شما کمک کنه بعد از زدن کرم یه پوست یک دستی داشته باشین. بعضی از این شکایت دارن که جوش، لک و خال مشتری و مدل بعد از زدن کرم پوست با گذشت 1-2 ساعت خودشو نشون میده. حالا نوبت میرسه به لکه‌گیری زیر چشم. از آرنج مک استفاده میکنیم. با گرمای دست میتونید فید بهتری رو داشته باشین. حالا میرسیم به ترکیب کرم پوست. از کرم بورژوا ایرمت استفاده میکنیم و از کلارینس، همینطور از هودا بیوتی. کلارینس 108 و هودا بیوتی رنگ چیزکیکش. با هم دیگه ترکیب میکنیم روی پالت کرم. دقت کنید اگر میخواید پوست فرشی داشته باشین کرم سبکتون رو هیچ وقت فراموش نکنید که ترکیب کرم پودرتون کنید. ببین از زیر چشم. خب حالا تو این مرحله که کل سطح پوست ما کرم رو زدیم میرسیم به مرحله بلند کردن. با ضربات دستمون بلند میکنیم که حجم اضافی کرم پودر رو سبک کنیم. ماسیدگی پوستتون، جمع شدن کرم پودرتون، ریزش کرم پودرتون از روی صورتتون، همه به همین نکاتی که دارم میگم بستگی داره. کرم پودر شما باید اصل باشه، ترکیب کرم پودر شما باید درست باشه. هیچ موقع یک کرم پودر رو به تنهایی استفاده نکنید. همیشه ما یک کرم سنگین میخوایم و یک کرم سبک میخوایم. ضربات دست شما روی خواب کرم خیلی تاثیر داره بچه‌ها. زیر چشممون رو کانسیلر میزنیم. خیلی از قالب چشم بیرون نمیریم چون قراره لاغرسازی رو داشته باشیم. فقط توی مرکز صورت ما روشنی رو خواهیم داشت. کانسیلرمون رو بلند میکنیم. شما میتونید از 2 تا بیوتی بلندر استفاده کنید. یه بیوتی بلندر داشته باشید برای کانسیلر، یه بیوتی بلندر داشته باشید برای کرم پودرتون. ضرباتمون رو آهسته میزنیم. شما برای زاویه سازی خطوط لیفت رو باید شناسایی کنید. برای زاویه سازی از پالت کانتور چرب فور به 52 استفاده میکنیم.
برای زاویه سازی از یه قلمی که سطح کوچولویی داشته باشه باید استفاده کنی. شما یه قلم کانتور چرخ داریم که سطحش تقریبا شبیه اینه، ولی برای زاویه سازی بهتره با یه قلم کوچیک خطوطتون رو بندازید. شروع میکنیم از قهوه‌ای متوسط استفاده میکنیم. خطوط رو میندازیم. زیر استخون گونه شما میتونید از قهوه‌ای تیره تر استفاده کنید برای اینکه اینجا رو فرو رفته تر نشون بدیم و با قهوه‌ای روشن‌تر فیدش رو به سمت گونه هدایت کنید. از این سمت استخون فک رو داریم. استخون چونه به شکل وی، هرچی این تیزتر و به هم نزدیکتر باشه چونه شما هم تیزتر میشه. خب همونطور که دیدید ما زاویه سازی رو انجام بدیم. حالا نکته خیلی خیلی مهم، برای اینکه زیر این تیرگی ها رو روشنی بدیم به یک کانسیلر خیلی سبک احتیاج داریم مثل فورور 52 کامل. این قسمت رو روشن میکنیم. میرسیم به سیب گونه. من اینجا از برند O2O استفاده میکنم به جای کانتور چرب نارس که خیلی قیمت مناسبه و دقیقا همون کارایی رو داره برای کسایی که دنبال جایگزین خیلی خوب هستن به جای نارس. سیب گونه رو یه کوچولو میزنم. اینجا میتونید از صورتی به جای صورتی از مرجانی هم استفاده کنید. همونطور که میبینید من از کانتور مرجانی استفاده میکنم. یه کوچولو با کانتور قهوه‌ای ترکیب میکنم که صورتمو شاداب‌تر نشون بدم. شما وقتی به آناتومی صورت دقت کنید جاهایی که فضای کمتری دارن از تیرگی کمتر استفاده میکنید، جاهایی که فضای بیشتری دارن از تیرگی بیشتر استفاده میکنید. هایلایت هم که روش‌های مختلف داره، میتونه کانسیلر باشه، میتونه نانتورینگ باشه، میتونه استروبینگ باشه که تکنیک‌ها رو من بهتون یاد میدم. بینی رو کانتور میکنیم، 2 تا خط 11 میندازیم، به زیر ابرو وصل میکنیم. دوباره از کانسیلر زیر چشم استفاده میکنیم ولی پایین تر و کناره های بینی. شروع میکنیم به بلند کردن با یه براش تقریبا این شکلی. براش شما سرگرد هم میتونه باشه. سر جای خودش اول نقاط تیره رو بلند میکنیم. با هر بار بلند کردن روی حوله تمیز براش خودتون رو تمیز میکنید. فقط دقت کنید هر جایی که خواستین بلند کنید بس سر جای خودش بلند کنید. نوبت میرسه به فیکس کردن پوستمون. با پودر فیکس آناستازیا و فورور 52 آناستازیا سفید و فورور 52 رنگ نخودی ترکیب میکنیم. کاملا سطح پوست رو با ضربات آروم فیکس میکنیم.
خب توی این مرحله کل پوست رو فیکس کردیم. حالا نوبت میرسه به زیر چشم. بعد از اینکه زیر چشمتون رو کاملا فیکس کردیم، شروع میکنید به زدن رژگونه. قلم سرگرد رژگونه، قلم کانتور خشکتون و پالت رژگونه. یا میتونید از تو فیس استفاده کنید یا میتونید از بنفیت استفاده بکنید که من الان از بنفیت براتون استفاده میکنم. توی بنفیت ما 4 رنگ مختلف داریم. هم رنگ کانتور داریم، هم هایلایتر داریم، هم 2 تا رژگونه متفاوت داریم. سیب گونه رو کاملا رنگ میدیم. من کلا یک کوچولو روی چونه نوک بینی و روی پیشونی میزنم برای شاداب‌تر شدن پوستمون. قلم کانتور رو برمی‌داریم، با رنگ کانتورمون شروع می‌کنیم کانتور کردن. البته ما قبل از این کارا با کانتور چپ کامل زاویه سازیمون رو انجام دادیم، فقط اینو بولد می‌کنیم و با هایلایتر تو فیس هایلایتر رو تقریباً بین سیب گونه و کانسیلرتون دقیقاً این نقطه میزنید و به سمت بالا فید میکنید روی چونه. این کوچولو هم روی پیشانی اگر دوست داشتید. همونطور که میبینید اینجا سایه جذاب چنل رو داریم. البته این سایه چند تا اسم داره. چنل بهش میگم، بادیگاردی، نقطه نوری و سایه الماسی. همه این سایه ها یه تکنیک بیشتر نداره. حالا اون چشم شروع میکنیم آموزشش رو میدیم. بیس این سایه حتما باید تیره باشه، چون شما اگر میخواید از سایه قهوه‌ای استفاده کنید حتما باید بیس تیره داشته باشید. بلند میکنیم. بعد شروع میکنیم خشک کردن سایه. برای خشک کردن سایه از پنکیک مک دارک استفاده میکنیم. با قلم فی شروع میکنیم خشک میکنیم هم قسمت جلو رو. برای زدن این سایه قسمت جلو و قسمت خارجی چشم رو باید با رنگ تیره خشک کنیم. از قسمت جلوی چشم، از قسمت داخلی چشم حواستون باشه که وقتی بلند میکنید رنگ تیره رو به کانتور بینی متصل کنید. این باعث میشه که میکاپ شما ژورنالی بشه. کاملا بلند میکنیم. این قسمت رو فید میکنیم به سمت شقیقه به خاطر اینکه جذاب‌تر به نظر میاد. تو مرحله دوم قسمت داخلی چشم و رنگ بیشتری میذاریم. توی مرحله دوم سایه پررنگ‌تر رو برمی‌داریم. توی مرحله دوم برای پررنگ کردن سایه از پالت جفری استار استفاده می‌کنیم. رنگ قهوه‌ای متوسطش رو می‌گیریم. با قلم فید سایه رو تکون میدیم. اشکال نداره. خب قسمت جلویی رو پررنگ می‌کنیم. خارجی چشم رو هم پررنگ می‌کنیم. بلند می‌کنیم.
تکرار میکنم، به قسمت وسط نباید کاری داشته باشیم وقتی داریم با سایه تیره کار میکنیم. ببینید وقتی که باز میکنم کاملا روشنی رو شما وسط داریم. حجم روشنی دست خودتونه، کاملا سلیقه‌ایه، میتونه بیشتر باشه، میتونه کل پلک رو بگیره. توی قسمت بعدی از رنگ پررنگ‌تر پلت استفاده میکنید، میتونید ترکیب کنید و تیره تر بکنید. دوباره از قسمت داخلی چشم من شروع میکنم. برای زیر چشم هم بالا از یه قهوه‌ای متوسط استفاده میکنیم از این پالت و قلم زیر چشم و با پد اگر سایه‌مون ریزش داشت تمیز میکنیم. از یه قلم کرم پودر استفاده میکنیم و از یه کانسیلر برای خط انداختن. هم میتونید خط بندازید، کاتگریس رو انجام بدید و هم میتونید با یه سایه روشن فقط وسط سایه‌تون رو فید کنید که ما تصمیم میگیریم یه خط خیلی کوچولویی اینجا بندازیم که حالت فید به خودش بگیره. پایین نگاه کنید، مشتری یا مدلتون پایین نگاه میکنه، بالای خط کاتگریس رو خط سایه بادیگاردی یا چنل رو خیلی فید میندازید. شما حتی میتونید خطی هم کار نکنید، فقط با یه سایه روشن وسط رو پر کنید با قلم فید کوچیکتر مثل این، کاملا تمیز و با یه سایه‌ای که حالت قهوه‌ای داشته باشه، قهوه‌ای کم رنگ داشته باشه، مثلا از پالت نیکد یا حتی از همون پالت جفری استار هم میتونید استفاده کنید. قهوه کم رنگ رو بردارید و کناره های فیدتون رو با سایه، کناره های سایه تیرتون رو با سایه خیلی روشن‌تر فید کنید. شاین استفاده میکنید با یه قلم سایه گذاری و یه شاین پودری روشن از هر برندی. فقط باید دقت کنید که رنگ شاینتون به رنگ سایه‌تون بخوره. مثلا الان نباید شاین صورتی استفاده کنید چون رنگ سایه‌تون به جا قهوه‌ای پایین، مدل پایین نگاه میکنه و شما شاین رو میزنید. خب باز کن. همونطور که میبینید یه سایه بادیگاردی بسیار جذاب داریم. خب باز کن چشمتو. موجه خیلی خلوت و خورشیدی باید بذاری که تار به تار موجه از هم باز باشه و اگر میخوای زیبایی سایت مشخص بشه خط چشم خیلی نازک باید برای سایه بکشید. خط چشم شما اگر که ژله‌ای باشه خیلی بهتره. بهتره که توی این سایه خط چشم شما خیلی دنباله نداشته باشه. جلوی چشم هم میکشید، باز کن. داخل چشم رو از مداد مشکی فرم 52 استفاده میکنیم. برای زدن موژه از چسب دان استفاده میکنیم و موژه تیریدی. موژه رو به بن موژه کاملا میچسبونیم. جلوی چشم رو میتونید شاین بزنید. از چسب شاین نیکس استفاده میکنیم. عقب‌تر شاین تیره رو استفاده میکنیم و جلوتر شاین روشن رو استفاده میکنیم. همونطور که میبینید ما رژ لبش هم زدیم. اینجا از برند هودا بیوتی استفاده، رنگ گرلفرند. اینم از میکاپ زیبامون با سایه بادیگاردی و ژورنالی.